همیشه از قهرمانای خود یادآوری کردیم، از اساتیدی که عرق ریزی میکنن، زحمت میکشند و قهرمانای خوب را به جامعه ورزشی افغانستان تقدیم میکنن. خیلی سپاسگزارشان هستیم. در کنار از اینکه قهرمانای خوب را تربیت میکنن، خودشان هم تمرین میکنن، افتخارات بزرگ را به افغانستان کمایی میکنن، کسب میکنن. خیلی سپاسمندشان هستیم. تشکر از تمامشان میکنیم. ما امروز هم افتخار حضور دو قهرمان خوب ما را، استاد نورالله محمودی و همچنان استاد محمد اکبر صاحبزاده را دارم در کنار خود در استودیو. سلام صبح بخیر با ما هستند و هر دویشان قهرمانان پرورش اندام و فتنس هستند. همچنان رشته‌های دیگر هم تمرین کرده که امروز در رابطه با همین دو رشته صحبت میکنیم، در رابطه با ترینریشان و همچنان دستاوردهایشان. سلام، خسته نباشین، صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدین. سلام بر شما سیب جان قم، سلام به همکارایتان، یک سلام خاص بر کسایی که ما را از پشت پرده تلویزیون تماشا میکنن. بخیر باشین. استاد خوب هستین؟ به نام خدا سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیزتان. بخیر باشین. خیلی خوشحال هستم وقتی ورزشکارا رو میبینم که در کنار ما میباشن، انرژی میگیریم، یک حس حال خوب داشته میباشیم. بازوهاشون که ببینیم طرف جان خود که سیل میکنیم، میگیم که ولد از ما خورده است، باز یک قسم زیر تاثیر میره، میگیم که باید از ما ان شاء الله میشم این قسم تمرین ان شاء الله زحمات استادا باشه بخیر ما میشم. زور جانم گفته، زور کمال همکار ما گناه گفته، تصمیم میگیریم مردی ما جیم میریم پیش استاد که بازوهای ما بخیر 17 اینچ 20 اینچ و چند اینچ از بازوی تو استاد؟ 17 اینچ است. 17 اینچ است که 17 اینچ مستقیما 17 اینچ گفتم. از شما؟ از ما می 15 اینچ ماشاءالله. فکر کنم شما بادی بیلدینگ و فتنس در دویتان پیش میبرید. بله. شما فتنس پیش میبرید؟ استاد بادی بیلدینگ. بله. ماشاءالله والا ماشاءالله. یعنی اندام فتنس که نسبت به بادی بیلدرها یک قسم فتر میباشه. جمع میباشه فت است. اما از همون نامش وایداست که فتنس و بادی بیلدینگ که هست حجم میباشه، حجم داشته میباشه. بله سایز میداشته. خیلی خوب. استاد نورالله، ما در برنامه گذشته هم خودت داشتیم، بین از فعالیتاتون با ما قصه کنین. مصروف چی کارهای ورزشی هستین؟ خب مصروف ما ترینر کلاب هستم و فعلا هم به خاطر مسابقات آمادگی دارم و مصروف از همون می باشم. خیلی خوب. در کل چند مسابقه انجام دادید؟ فعلا ما 2 مسابقه انجام دادیم که متاسفانه 2 سال 3 سال پیش یک قرنطین شد، نتونستیم آمادگی گرفته بودیم به دیگه مسابقه روی ببریم. با این استادا مشکل می باشه که در کنار از اینکه خودشان شاگرد آماده میکنن خودشان مسابقه بده؟ ولی دشوار است دیگه، خیلی کمک دشوارتر است. رشته پرورش اندام سخت است، آسان است، چی قسم است؟ والا نسبتا خوب است دیگه، آدم کوشش کنه هر چیز آسان‌تر میشه. خیلی خوب. یک موضوع استاد محمد اکبر جان در رابطه با این برای ما بگم. همیشه ورزشکارای فتنس پرورش اندام که میبینم درا که میری رقم فیگور گرفتگی رقمی را میره، همین موضوع عادی است، طبیعی است می جانشان یا فیگور میگیره سر ما مظلوم بیچاره؟ نه و امو طبیعی بدنشان جور است، همین قسم هستن زیرای بغلشان طبیعی است. بله طبیعی است. یعنی فیگور گرفتگی نیست که از دیگه فکر نکنه بعضا که درا ورزشکارا رو میبینه میگه سر فیگور میره، در حالی که شاید هم از شما یعنی شانایتان جمع نشد استایتان قسم به خاطر زیر بغلتان. دیروز بود پریروز شاه رفته بودم دیگه، هم تو درا میرفتم که یکی صدا کرد بیا اینجا، گفت تو دستایت به این شکل نگی، گفت دائما پایین بگی تیش. من گفتم از ما ورزش میکنیم دائما وقت همون میباشه. خیلی خوب. بعض دوستا در کلاب هم امروز ما شوخی میکنه، میگه استاد تو یک رقم میره رقم را میره تو فیگور سر میگه خیلی تو نمیشه که ما جمع بگیریم دستم، چون هم تو بدن عادت کرده از خاطر که زیر بغل عضلاتش که از مانع شاید شوه که دستا جمع شوه. خیلی خوب، ان شاء الله موفق باشن همین ورزشکارا. از این دور ورزش پرورش اندام زیاتر این ورزشکاراشه که از دور هم ببینن که خود معرفی هم نکنه، بشناسن که از پرورش اندام و بعضی رشته‌های دیگه مثل پالوانی که گوشاش میده میباشه که میبینی میگه که ورزشکارای میام بعض وقت گوشاش میده میباشه، یا رشته‌های دیگه که زیاتر کشتی داره، همو حرکات گیرومند داره، گوشایشان میده میباشه، از خاطر از گوشایشان معلوم میشه و تذکرهشان فکر کنم و پاسپورتشان یا شناسنامهشان پیش خودشان هم گوششان است و بدنشان پیش از اینکه خودشان حرف بزنه معرفی کنه اما بدنشان حرف میزنه که ورزشکار هستن. من خیلی خوشحال میشم ورزشکارای خودم میبینم. استاد اکبر، خودت چند مسابقه انجام دادی؟ ما 4 مسابقه کردیم، 2 مسابقه در زون کردیم، 2 مسابقه هم در تیم ملی کردیم. این در پرورش اندام بود؟ در پرورش اندام. خب فتنس حال آمادگی میگی؟ فتنس دیگه بخیر این 2 هفته میشه که آمادگی دارم، فعلا هم در رژیم هستم. خیلی خوب. دیگه بخیر برای تیم ملی آمادگی است، بعد از تیم بخیر مسابقه های جنوب آسیا دیگه ماشاءالله رضای خدا باشه دیگه. ان شاء الله خدا مهربان است که دستاوردهای خوب را از جنوب آسیا هم به افغانستان عزیز داشته باشین. کدام رشته مشکل است به نظرت، فتنس یا پرورش اندام؟ والا در مشکل خردش مشکل است. خب فتنس یک ذره زیاد پیچی کار داره چون رژیمای از او یک ذره سخت است و
مقصد استاد در پالیس چیشته یا پرورش اندام تمرین میکنه؟ کدامش استاد مشکل است؟ والا هر دویش جایگاه خود داره دیگه. تمریناتش تفاوت است. ما از لحاظ رژیمیش گفتم از نگاه فیزیکی کدامش زیاتر باید فیزیک داشته باشه، زیاتر حرکت انجام بده، فتنس انجام بده؟ فیزیک کار داره. خیلی خوب. استاد اکبر، من چیز متوجه شدم امی زیاتر ورزشکارای پرورش اندام از انداماش گفتم معلوم میشه. شما گوشتان من متوجه شدم معده است. شما رشته دیگر هم تمرین میکنید؟ قربان تا ما یک مدت 6 سال پولونیوم کردیم. ماشاءالله. در زورخانه در تیم ملی بودم. بسیار خوب. دیگه حالا فعلا 4 سال دیگه میشه که در بخش فیتنس. یک چیز بسیار جالب است برای ما، یک فرد که در تیم ملی برسه، یعنی تیم ملی جایگاه بسیار بلندی از در کشور که عضویت تیم ملی رو داشته میباشی. آخرین قله ها هست که داخل کشور امور فتح میکنی و میری به مسیر بعدی که خارج از کشور هست. شما چی باعث شد که یک دمی بیاین از تیم ملی بیاین و رشته رو ترک بکنین به این رشته؟ والا همیشه و علاقه به پرورش اندام فیتنس زیاد داشتم. اونا رو تمرین نمیکنین حالا؟ فعلا نه. چون حالا فعلا مربی پرورش فیتنس خودم هستم. دیگه حالا نمیشه. حالا حرکت ها یادت است و تکنیک و تکنیک یادت است که استفاده بکنی بعضی وقت؟ فعلا کم کم شاهد از اینم هست. همین یک قسم اعتیاد که یک نفر داشته می باشه به یک کار زیاتر عادت میکنه، مثل ورزش. این رشته پهلوانی، بوکس که هست، زیاتر گیرومندی چیزا یک قسم یک اعتیاد به خود داره که باید یک کشتی بکنی. بعض وقت دلتنگ میشی. اون تو ورزشکارا میشه یک حس دارن. او تو وقت میشی که باید زورخانه یک کشتی بکنی، باز آرام شی بیا یک چند ماه بس. بعض وقتا تو نمیشه که برم پس دمون کلاب زورخانه خو باز دمی کلاب خودمو میشه که بچا یکم کشتی بگیریم میشه. تو جور کردیم برای هم از ما فیتنس هستم پولونیس یک بخش جور کردیم. اولای بچه‌ها رو نکشیانه جاشانو میده نکنی. کدام وقت این ورزشکارای فیتنس هم پیشت میاد که استاد این گوشای مرا میده کو بعضا می باشه باز. امی باز زیاد دوستایی را سوال دارن که گوشا استاد چی رقم میره میده کردی یا ایره قصدن میده که از خودتون خود تمرین میده شده خودتون بگو استاد چه قسم میده کردی؟ یک قسم زور تا نمیتونی. ما خودم میده نکردیم. امی سوالشون زیاد است که استاد تو گوشای تا چی رقم میده کردی چی رقم میدهش بازی اصلا امی فیزیکت بالا بره در کشتی اصلا این میده میشه. خو زیاد کسا شاید امو نمایشی میده کنه خوره گفتن نمیتونه. از جانشون معلوم میشه که اصلا دمی کشتی که فیزیکت بالا بره باز میده میشه. دقیقاً خیلی خوب. استاد ورزش پرورش اندام چقدر رشد کرده؟ چه خوب دستاوردهایی داره؟ ما شاهد هستیم. تا چه حد رشد کرده؟ از نظر یک ورزشکار خودتان نظرتان داشته میباشید؟ فعلا از وقتهای گذشته که خیلی رشد کرده. تمام مردم شوق علاقه به این داره که بیای ورزش جیم کنه. خیلی خوب خیلی خوب. باز از کدام سنین شروع میشه؟ زیاتر کدام سنین باید بیا نزد شما مراجعه بکنه؟ میتونه کسایی که خردسن هستن نوجوان هستن اونام بیاین یا به اونا خطر داره؟ خب به اونا خطر داره. با ما میتونن که رزمی تمرین کنن، اصلا 18 و پایین میتونن رزمی تمرین کنن. بخشای کراسفیت که دارن مثلا بعضی چیزای دیگه فیزیکی که دارن با اونا خوب است یا نه؟ مشکل نداره با اونها. کسایی که خط وزن برداری نکنن. بله. سنگین وزن ندارن. خیلی خوب. و همچنان یک موضوع دیگه که بعض رشته هایی که مرتبط با رشته پرورش اندام یک قسم شده در کلاب پرورش اندام زیاتر تمرین میشه. رشته کراسفیت است، مثلا بخشای دیگه هست، مثلا وزن برداری است که زیاتر در کلاب شما تمرین داده میشه. در اون رشته هم شما آموزش میتین و شاگردان؟ نه بخش ما تنها فتنس و جیم است. پرورش اندام است. در قسمت خب کدام وقت علاقه‌مند نشدی که خودتان بری وزن برداری؟ نه ولی از ما زمین خورترکی شوق علاقه ما به جیم بوده و دمی آغاز کردیم و تمرین کردیم. خیلی خوب. کتی استاد اکبر بعضی وقت به چالش کشتی از اون طرف میاد که کشتی بگیری؟ نه ولی ما زیاتر وقت ما تا دوست هم هستیم و پارتنر هم یکی دیگه هستیم. خیلی خوب. مدت 7 سال میشه که ما دوست هستیم. تمرین ماشاءالله. همین 7 سال میشه یکی دیگه رو میشناسن. همین بعضی وقت میگه که می دوستی از 7 سال گذشت یک خانواده هستن، میگه اعتماد زیاد میشه، صداقت زیاد میشه و هیچگاه اما حسی از این نمی باشه که این رفیقم است، چون اما مسائل شریک میسازه با اما برادر خود. در کل ما همه ما برادر هستیم. خب 7 سال که بگذره خیلی عمر است. خیلی خوب. چه خاطرات داری استاد اکبر از جریان تمرینت روزایی که خودت قرنطین بودی به خاطر مسابقات مثل که حال در رژیم هستی؟ همین رژیمای 100% به ما قصه کو که خاطرات داشته باشه، زیاد خاطرات در اون لحظه می باشه در رژیم 100%؟ والا در رژیم 100% خود زیاد خاطره می باشه. یک خاطرش که ما خودم روزای آخر بود که در رژیم هستم دیگه 2 روز بعد مسابقه هم هست. از این کلاب خانه آمدیم، امی بیادرزاده کم که آمده گیره کردیم تو دکه دادیمش تیلیش کردیم. گیرهش مادرش برای من نگفته بوده که تو بچه که خود زیاد دوست داشت، من نگفته بود.
بعد از اینکه مسابقه خلاص شد مرا صدا کرد، میگه صادق بر از تو ما زیاد خفه شدیم. مردم چرا؟ میگه بچه‌ها که مرا بسیار بره من تیلا کردیم. ما خو نمیفهمم گفتم ما در قرن در اون لحظه هیچ فکر کار نمیده، چون امی ویتامینا و کل چیزای بدن بعضیش کم میشه به خاطر که در رژیم میباشی، کلا همون چربی‌ها و شحمی که میباشد چون روزای آخر آوام کم میشه دیگه، نمک قطع میشه، چربی گلوکوز بدن پایین میشه، گلوکوز زود عصبانی میشه، زیاد شیرینی خو که بند شد دیگه گلوکوز پایین میشه. مقصد این از خاطر یاد کردیم عزیزا شاهد باشین در روزایی که آدم در رژیم 100% می باشه یا ورزشکارا می باشه که از اونها یک کم کمک بکنین، از طرف شما پیش از حکمت که خدا یکی دیگه خدا نگاه کنین کم کم گوشه برین که امور روزایی می باشه که خیلی باید حمایت شه ورزشکارا در این قسمت که اونا در مقابلشان زیاد حوصله‌مند باشیم و در کنارش هم غذایش هم وسایل تمرینی و چیزایش آماده کنیم، خیلی خوبتر میشه، افتخار کسب میکنه، افتخار ما هستین. چقدر فدراسیون با شما همکار هستن در قسمت ترینری و در قسمت از اینکه شما مسابقه بتین؟ والا فدراسیون خو همکاری هم بله باور اوتاک هستن رئیس فدراسیون دیگه. والا واقعا زحمت سر ما میکشه و زیاد کوشش میکنه، این مسابقه را زود برگزار میکنه برای ما. دیگه رشته با چیز خوب زحمت میکشه برای ما. خیلی خوب. شاگردا چطور است علاقه‌مندیش که میای به خاطر تمرین زیادتر میای یا میگه که ما استاد مسابقه میتیم؟ والا فعلا که اقتصادای همه مردم ضعیف است، اما به خاطر تمرین خوب است، خیلی رشد کرده فعلا، این زیبایی اندام زیافتر شده فعلا. خیلی خوب. بس استاد مستقیما که میای یک جان میبینه استاد ما میخوام تو یک جان داشته باشم، اما تو برات پیشنهاد طبعا میکنه استاد یا یک تصویر نشان میده قدر در چقدر وقت جور میشه. در کنار از اینکه یک مربی بر از اونها تمرین بده، تمرین حرکات برشان بده، یک فرد انگیزشی هم باید باشه، نه که بر اونها انگیزشان بعض شاگردا که میای پیشتان دپرشن می داشته باشه یا افسرده می باشه یا خسته می باشه یا استرس داشته می باشه، اونا را چه قسم برشان یک آموزش میتین یا خب آصف جان قند ضمن نزدیک ما تمرین میتیم، خیلی او را تشویق میکنیم به ورزش که بتونه از طریق ما که تشویقش میکنیم یک پیشرفت خوب داشته باشه در ورزش. و استاد اکبر یک موضوع دیگه هم که استادای زیاتر استادا هست، خب بخصوص رشته پرورش اندام و فتنس استادای هستن که دکتر هم گفته میشن در یک قسمت به خاطر که هم دپرشن استرس رو که از نگاه روانشناسی از اینا تداوی میکنن و هم بعضی‌ها مثلا بعض حسای بدنشان کار نمیته، مفصل‌هایشان استخوان‌هایشان کج میباشه، اونا رو شما با حرکات حتما تداوی میکنید؟ تمرین‌ها هست، تمرین‌هایشون هست پیش ما او را ما تمرین میکنیم. کمر میباشه؟ بله دست کمر میباشه یا هست او را تمرین میتیم دیگه. تمرین همین زیادتر که سال خوب استرس یا پاس دارن نه او زیاد چربی خود دکترها چربی خون جگر یا خود دکترها تصفیه براشون میگن که شما بری ورزش کنین، باز اونها من مراجعه میکنن پیش ما من ورزش همین دیروز هم یک پسرک کوچولو آمده بود خورد بود دیگه، این پایش هیچ کار نمیداد، پدرش آورده بودش که ایره دکتر برش تصفیه کرده بود که بیا برو ورزش بکو که تای پس فعالیت پیدا شه از قسمت‌های زانو. دیگه بسیار بیچاره لم لم کرده راه میرفت، آهسته آهسته دیگه سرش تمرین شروع ان شاء الله جور خواهد شد. توکلش به خدا 100% دیگه این ورزش باید جور شود دیگه. خیلی خوب. تداوی از شما، شفا از الله. خدا مهربان است. بیاین استاد محمد اکبر جان از این برای ما بگین که مسابقاتی که پیش رو داری چه قسم یک مسابقات خواهد بود، در کدام وزن آمادگی گرفتی و بعد از این مسابقات گفتین کدام راهی دیگه مسابقات میشین، این مسابقات در اون مسابقات دیگه که نقش داره که امتیاز بگیرین؟ بله این مسابقه یک 2 ماه بعد است دیگه، 2 هفته میشه که در رژیم هستیم، رژیم برش گرفتیم 2 ماه فکس ما در رژیم هستیم قرنطینه دیگه. بله در این مسابقه که مقام اول گرفتیم، مقام خوب مقام گرفتیم، بعد از این باز راه پیدا میکنیم به مسابقه بیرونی. بله باز چی است استاد موضوع دیگه که در کدام وزن است؟ این وزن 80 کیلو میکنه. شما از قد فکر کنم میشه اندازه میشه از فتنس و خودتون در کدام وزن هستین استاد؟ وزن 75 کیلو است، به مسابقه 75 کیلو آمادگی گرفتیم. 75 هستین حالا استاد؟ حالا فعلا 79 هستم، 4 کیلو آبم که پس میشه کم میشه. ماشاءالله نه ما هم 74 کیلو هستم. ببین جان من خورد، جان ورزشکارا ماشاءالله ورزش خیلی خوب چیز است. یک فیگور استاد از شما هم داشته میباشین، نیم کلام پوشیده استاد، از شما یک فیگور پیش بازو داشته میباشیم، از فتنسکارا میبینیم، از شما رو میبینیم. خیلی خوب. عزیزان تصاویر داشته باشن، فیگور پیش بازو است نی؟ بله. امتیازاتش خوب میباشه، بعضی وقت در دو بازو زیر بغل دیگه چیزا امتیاز داده میشه. استاد از شما هم داشته میباشین، همین هر فیگوری که خوش داری. ما تو بیاز نیم کلام پیش صحیح معلوم میشه. بسیار مقبول. این یک فیگور دیگه ما برو که تصویر خوب مکمل بیه، ماشاءالله باشه، ماشاءالله باشه.
بسیار خوب. یک فیگور مرام بگیرین. فیگور مرام بگیرین. احترام تنبان است اگر بازوی ما از او که اینجا زیاد است. بدن فت معلوم میشه. خیلی ورزش میکنه. بخیر باشین، سلامت باشین. من خیلی خوشحال شدم که شما را امروز در برنامه داشتم. واقعا یک مصاحبه متفاوت بود که شما به من انرژی بخشیدین. خیلی سپاسگزارتان هستم. تشکر از اینکه حضور یافتین. ان شاء الله مدالایتان زیادتر شوه، مدالای تمام مدالایتان طلا باشه، دستاوردهای خوب داشته باشین در مسابقه‌های پیشرو. پیام شما را داشته باشم استاد. پیام خاصی ندارم، با جوانای خود همین پیام دارم که بیان به ورزش رو بیارن و ورزش کنن. خیلی خوب، خیلی سپاسگزار هستم. از شما همچنان پیام داشتم. پیام فقط برای جوانان همیست، فقط 40 دقیقه الی 1 ساعت وقت بگذارن ورزش کنن، به خاطر که ورزش صحت است، صحت ثروت. خیلی سپاسگزار هستم. همیشه ثروتمند باشین، صحتمند باشین. تشکر از حضورتان. خیلی خوشحال شدم. موفق باشین. بخیر و سلامت باشید.